شالیکاری از ساحه‌های سردرآمد خارجی دهات محسوب یافته با آن اساساً نفران شغل می‌ورزند که در این سمت تجربه و ملکه کسبی کافی دارند و همه سال فعالیت کارشان به حساب می‌رود. شالی اساساً در پایان‌های کانال و دریا و موضع‌های عذاب پالزی فراوان کشت و پرورش کرده می‌شود. در مقیاس ولایت بیش از 10 نوع شالی کشت گردیده آن در حدود 10 شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی راه‌اندازی می‌گردد. مساحت بیشتر کشت شالی در خواجگاه‌های شهر و ناحیه‌های باباجان غفار و پنجکین، سپیتامین و جبر رسول و همچنین اسفره گذرانده شده. مسامین منطقه‌های اگروصنعتی استحصال کنندگان حجم اساسی شالی و تامین کننده بازار استعمالی با نوع‌های گوناگون برنج خوش‌صفت به حساب می‌روند. از بس که برنج از طرف اهالی چون مواد اساسی خوراک همروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، مساحت کشت شالی و استحصال برنج سال از سال رو به افزایش دارد. در مقیاس ولایت نوع‌های گوناگون شالی کشت کرده شده، ولی برنج با نام دیوزیره و کنجه بین اهالی ناحیه‌های ولایت بیشتر معمول و خریداران زیاد دارد. ساکنان هر یک منطقه ولایت به برنج سال‌های طولانی استفاده می‌بردهشان توجه دارند و هر سال اساساً همان نوع را کشت می‌کنند. الحال دریوی شالی و از کمباین گذراندنش ادامه داشته، همچنین آبجواز کردن و استحصال برنج و در بازارها مورد فروش قرار دادن آن از طرف شالیکاران آغاز و ادامه دارد. یکی از سمت‌های اساسی ساحه کشاورزی جماعت دهات دهما این شالیکاری می باشد. سال جاری دهقانان جماعت دهات دهما به میدان 800 هکتار کشت شالی گذرانیدن و امروزها در تمام قلمرو جماعت جمع‌آوری حاصل شالی رفته ایستاده است. تا به امروز 70-80% حاصل سال 2025 جمع آورده شده است. در حدود جماعت 7 آبجواز فعالیت برده شالی را به برنج تبدیل می دهد. طبق معلومات آماری تا به سنه 21 اکتبر مساحت 4810 هکتار میدان شالی دریافت شده، 24551 تن شالی استحصال گردیده است که نشان داد از هر هکتار 51 سنتنری ارزیابی گردید. البته در آخرین موسم معلومات نهایی را پیشنهاد خواهیم کرد. باید تذکر داد که حاصلناکی از هر هکتار کشت شالی 50 سنتنری یا خود 5 تنگی برای شالیکاران حد نهایی نیست و وابسته به حالت آب و زمین، صفت تخمی و کارکرد آذوقه‌دهی شالیکارانی با تجربه از هر هکتار زمین تا 60-70 سنتنری یا خود 6-7 تنگی حاصل به دست می‌آورند. همزمان با نظر داشت صفت شالی و پودگی دانش از 100 کیلوگرم شالی از 65 تا 70-75 کیلوگرم برنج استحصال کرده می‌شود. گرچند که طلبات به برنج بین اهالی روزافزون باشد هم در یگان فصل سال در بازارها تنقیصی از آن به نظر نمی رسد. اگر به معلومات آماری نظر اندازیم از سال 2010 تا به امروز مساحت کشت شالی 1205 هکتار زیاد کرده شده است و این افزونشوی مساحت کشت اساساً در خواجگاه‌های شهر پنجکین و ناحیه‌های سپیتامین و باباجان غفور به نظر می رسد. البته رشد ساحه شالیکاری از طلبات اهالی به استعمال برنج به میان میآید و از این نقطه نظر هم این ساحه مورد توجه دائمی قرار دارد. شالیکاران امروز نه تنها بازار داخلی ولایت را با برنج اعلی‌صفت تمام سال تامین می‌نمایند، بلکه در بازارهای حدود جمهوری و بیرون از آن نیز مردم از نوع‌های گوناگون برنج خواجگاهی ولایت برخوردارند. اساس امساله باشد شالیکاران الکی در بازارها برنج خوش‌صفت را مورد فروش قرار دادند و اهالی آن را با نرخ‌های دسترس خریداری و همزمان برای زمستان ذخیره کرده ایستاده است. شالی را باشد امکانیت ذخیره‌اش تا 2 سال وجود دارد و از این نقطه نظر هم بازار استعمالی مردم تمام سال با برنج تامین خواهد شد.